در تاریخ بشریت جنگ‌ها و تهاجم‌های بسیاری رخ دادند که هر کدام به نوبه خود تأثیر عمیقی بر جوامع و فرهنگ‌ها گذاشتند، اما هیچ یک به اندازه عملیات بارباروسا، بزرگترین تهاجم نظامی که جهان تا به حال شاهد آن بوده نبوده است. در 22 ژوئن 1941 آلمان نازی با رهبری آدولف هیتلر عملیاتی را آغاز کرد که به سرعت به بزرگترین و خونین‌ترین میدان نبرد در تاریخ بشر تبدیل شد. این عملیات که با نام کد بارباروسا شناخته می شود، نه تنها سرنوشت جنگ جهانی دوم را رقم زد، بلکه تأثیرات دائمی بر نقشه جهانی گذاشت. امروز ما به عمق این تهاجم تاریخی خواهیم رفت، از پیش زمینه‌های آن تا پیامدهایی که برای میلیون‌ها انسان به جا گذاشت. با ما همراه باشید تا داستان کامل این رویداد تاریخی را بازگو کنیم. در آغاز جنگ جهانی دوم، آلمان نازی و اتحاد شوروی با یکدیگر پیمان صلحی امضا کرده بودند که دو کشور را از حمله به یکدیگر باز می‌داشت. هیتلر اما با تصرف فرانسه مغرور شد و تصمیم به تصرف بزرگترین کشور جهان گرفت. نازی‌ها از کمونیست‌ها و همچنین روس‌ها متنفر بودند. هیتلر در سخنرانی خود در سال 1941 اتحاد شوروی را به کمک به یهودیان متهم کرد تا بهانه‌ای برای جنگ داشته باشد. هیتلر ساعت 1:30 بامداد 22 ژوئن همان سال دستور حمله به اتحاد شوروی را صادر کرد و این عملیات را با نام عملیات بارباروسا که یکی از پادشاهان آلمانی بود نامگذاری کرد. آلمان برای اجرای عملیات بارباروسا بزرگترین نیروی نظامی تاریخ بشر را بسیج کرد. حدود 4 میلیون نفر نظامی در مرزهای روسیه مستقر شدند و حمله را از جبهه شرق آغاز کردند. نیم ساعت پس از عملیات آلمان خبر به ژوزف استالین رسید. حوالی ساعت 4 صبح بود. استالین در ویلای خود در حومه مسکو به سر می‌برد که با تلفن ژنرال ژوکوف از خواب بیدار شد. رفیق استالین، جنگ شروع شد. حمله‌های اصلی آلمانی‌ها از جانب پروس شرقی به سوی کوناسویلنا و سایر بخش‌های اشغالی لهستان توسط شوروی و سپس لنینگراد و مسکو بود. روس‌ها که غافلگیر شده بودند بر روز اول چند شهر مهم همچون کیف از دست دادند که هیتلر تأکید ویژه‌ای بر تصرف هرچه سریعتر آن کرده بود. آلمانی‌ها به نفت و غلات کیف نیاز داشتند و تصور می‌کردند پس از اشغال کیف می‌توانند به مسکو حمله کنند. ارتش سرخ به سرعت توده‌ها را بسیج می‌کرد تا علیه دشمنان کشور بجنگند. روز حمله حدود 90,000 نفر بسیج شدند و به جنگ آلمانی‌ها رفتند. آلمانی‌ها تصور می‌کردند شوروی 200 ارتش داشته باشد، اما اتحاد شوروی 400 لشکر قدرتمند داشت که همه سربازان آنها تا پای جان می‌جنگیدند و ابداً قابل مقایسه با سربازان فرانسوی نبودند. به همین دلیل بود که ژنرال فرانس هالدر، رئیس ستاد مشترک ورماخت، در دفتر خاطراتش نوشت: کل اوضاع به طور فزاینده‌ای روشن می‌سازد ما غول روسیه را بسیار دست کم گرفته‌ایم. استالین دستور بسیج عمومی داد و ارتش سرخ تنها طی چند ماه حدود 4 میلیون سرباز رزمنده را آماده نبرد کرد. این بزرگترین نبردی بود که تاریخ بشر دیده شده بود. نازی‌ها از جبهه اودسا فشار آوردند و 5 لشکر از ارتش سرخ را شکست دادند، اما هنوز به کیف نرسیده بودند. برای حمله به کیف آلمانی‌ها نیروی بسیاری به کار بردند و نیروهای ارتش سرخ در مقابل آنها به صلاح دید استالین به صورت موضعی می‌جنگیدند. آلمان‌ها نتوانستند شهر را تصرف کنند، در عوض آنجا را محاصره کردند. شوروی‌ها نیز به سادگی تسلیم نمی‌شدند و جنگ سختی در گرفت که آلمان‌ها با استفاده از گلوله باران سنگین نیروهای دشمن به وسیله توپخانه، بمباران هوایی و شلیک تانک‌ها توانستند پیشروی کنند. در تاریخ 19 سپتامبر شهر کیف توسط نیروهای آلمانی فتح شد، ولی مقاومت شوروی‌ها در اطراف شهر ادامه داشت. ظرف چند روز بعدی نیروهای شوروی به طور کامل شکست خوردند و آخرین گروه‌های آنها نیز در شهر کیف در تاریخ 26 سپتامبر تسلیم شدند. در نتیجه این حمله 665,000 نفر از ارتش سرخ به اسارت ارتش نازی درآمدند. استالین زمانی که خبر را شنید در هم شکست. اما استالین به زودی تجدید قوا کرد و نیروهای منظم نظامی را برای مقابله با ارتش غولاسای نازی‌ها تشکیل داد. پوستر مشهوری در سرتاسر اتحاد شوروی پخش می‌شد که روی آن نوشته بود: رفیق استالین مردمش را به سمت پیروزی هدایت خواهد کرد.
ارتش سرخ بیش از 2 میلیون سربازش را از دست داده بود، اما سربازان دیگری را به سرعت جایگزین آنها کرد و پیشروی آلمان ها را متوقف ساخت. این امر باعث تعجب دنیا شده بود، چرا که آلمان نازی بزرگترین ماشین جنگی دنیا بود که اغلب نیروهایش را به روسیه برده بود. آلمان ها تصور می‌کردند در طی 4 ماه کل روسیه را اشغال خواهند کرد، اما اشتباه محاسباتی آنها درست حساب در نیامد. ارتش سرخ با استراتژی زمین سوختمان از دسترسی آلمان ها به غذا شد و طولی نکشید سرمای وحشتناک و طاقت فرسای روسیه هم از راه رسید. هوا به قدری سرد بود که بنزین هواپیما هم یخ میزد و آلمانی ها از فرط گرسنگی گوشت تن همرزمانشان را پیش از یخ زدن کامل می‌خوردند. آلمان ها فکرش را نمی کردند که جنگ بیش از 4 ماه طول بکشد، اما ارتش سرخ دائما تجدید قوا کرد و استالین در رادیو جنگ با متحدین جنگ را جنگ بزرگ میهنی خواند و سربازان روحیه تازه‌ای گرفتند. از سال 1941 آلمان نازی به اتحاد شوروی حمله کرد تا 1945 اتفاقات زیادی رخ داد و جنگ‌های خونینی بین طرفین در گرفت. اما نهایتاً اتحاد جماهیر شوروی به صورت برق‌آسایی به سمت آلمان پیشروی کرد و در سال 1945 ارتش سرخ بر برلین رسید. اگر هیتلر در جبهه شرقی با اتحاد شوروی درگیر نمی‌شد، قطعاً تمام اروپای غربی و احتمالاً آمریکا را تصرف می‌کرد. عملیات بارباروسا با بیش از 26 میلیون تلفات نظامی و غیر نظامی یکی از خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ به شمار می‌رود. این عملیات به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی دوران جنگ جهانی دوم شناخته می شود. ممنون از تماشای این ویدیو. اگر این ویدیو را دوست داشتید لطفاً آن را به دوستان خود نیز معرفی کنید و دیدگاه‌های خود را درباره موضوع این ویدیو در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید. برای دیدن ویدیوهای بعدی کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. با تشکر از حمایت شما و امیدوارم که در ویدیوهای بعدی نیز همراه ما باشید. فعلا خدا نگهدار.